توجه کنید به شرح پورای خبرها. در شهر استرافشان مناقشه میان دو برادر باعث با جراحت وزنین به بیمارخانه دسترس شدن یکی گردید. در جنایت مذکور آلات تیز و برنده استفاده شده است. با شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استرافشان اویدی با جراحت خلیده بریده به بیمارخانه دسترس گردیدن شهروند پولاتوف دلشاد سمیویچ سالی تولدش 1984 استقامت کننده جماعت دهاتی گل سرخ همین شهر خبر فوری وارد گردید. گروه فوری تفتیشاتی حالت جنایتی را پیگیری نموده در کجا و با کدام سببها رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی را معین نمود. در حالت مسی مناقشه نمودن با برادر بزرگ خود پولاتوف سلیم سمیویچ زمینه رخ دادن حادثه جنایتی است. بچه کمتیم تلویزیون دیده شدم همین حکم یک بار ماست درونده یک بار زده و اکرمون خانگیم خلاص کرد همون خانه اونده خلاص کرد و این نشد اخیر من یک کارچی من همین رنگوار کار میکردیم ابوی برک کرد قرآن همون ترس افته یک کمک برام افته همون بریده مونده. مناقشه و لطکو میان برادران در حوله استقامتی آنها واقع در کوچه دوستی جماعت دهاتی گل سرخ استرافشان روز 3 فوریه تخمینا ساعت 21:30 در حضور دیگر اعضایان عائله به وقوع پیوست. وقتی گمانبر شده سلیم پولاتوف برای مقابلت کردن نسبت دادر عاجز میماند، آلات تیز و برنده استاگی را استفاده مینماید. رعایت نگشتن مناسبت‌های عائلوی که از احترام بین همدیگری اعضایان عائله سرچشمه میگیرد به صادر گردیدن جنایت مساعدت نمود. نسبت سلیم پولاتوف برای قصداً رساندن ضرر وزنی به سلامتی با ماده 110 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز و چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق شده است.